دستاورد است. هرچه اسباب جهان باشد در روی زمین، دست دارد همه را زیر نگین. سلطنت را که شنیده است چنین؟ شرف دست همین بس که نوشتن با اوست. خوشترین مایه دلبستگی من با اوست. در فرو بسته ترین دشواری، در گرانبارترین نومیدی، بارها بر سر خود باری زدم. هیچتر نیست مخور خون جگر، دست که هست. بیستون را یادآر، دستهایت را بسپار به کار. کوه را چون پر کاه از سر راحت بردار. وه چه نیروی شگفت‌انگیزی است دستهایی که به هم پیوسته است. به یقین هر که به هر جای درآید از پای، دستهایش بسته است. دست در دست کسی یعنی پیوند دو جان. دست در دست کسی یعنی پیمان دو عشق. دست در دست کسی داری اگر، دانی دست چه سخنها که بیان می کند از دوست به دوست. لحظه‌ای چند که از دست طبیب گرمی مهر به پیشانی بیمار رسد، نوشداروی شفابخشتر از داروی اوست. چون به رقص آیی و سرمست برافشانی دست، پرچم شادی و شوق است که افراشته‌ای. لشکر غم خورد از پرچم دست تو شکست. دست گنجینه مهر و هنر است، خواه بر پرده ساز، خواه در گردن دوست، خواه بر چهره نقش، خواه بر دنده چرخ، خواه بر دسته داس. خواه در یاری نابینایی، خواه در ساختن فردایی. آنچه آتش به دلم میزند اینک، هر دم سرنوشت بشر است. داده با تلخی غمهای دگر دست به هم. بار این درد و دریغ است که ما تیرهامان به هدف نیک رسیده است، ولی دستهامان نرسیده است به هم. امشب از استاد شهریار یاد شد و از اشعار زیبای این استاد که به زبان شیرین ترکی و به اون نغزی و قشنگی سروده بود در اینجا لذت بردیم. و شما ببینید که این استاد به همون قشنگی که اشعار ترکی سروده، چه اشعار قشنگی به فارسی هم گفته. یکی از این اشعار به نام صدای خداست. آدمیان شاخه و برگ همند، کین همه از یک تنه آدمند. اصل درختی است کهن که از بهشت، کند خداوند و در این دشت کشت. خلق همه شاخ درخت خداست، شاخ درختی که درختی جداست. آدمیان زنده به یکدیگرند، دست و دل و دیده و پا و سرند. آدمی از نوع جدا زنده نیست، برگ به شاخ است گرش زندگیست. باد چو برگی بکند از درخت، شاخ و بر و برگ بلرزند سخت. جمله برادر به هم و خواهریم، کین همه از یک پدر و مادریم. تن همه یک کالبد خاکیست، جان همه یک عنصر افلاکیست. ای که به کین خیزی و خنجر کشی، وای ندانی که برادر کشی. وای چه گمراهی و سرگشتگیست، از دو برادر چه پدر کشتگیست.
حس تعاون، مدنیت، وداد مایه الفت بود و اتحاد. این همه دوری و دویی از کجاست؟ این نه طبیعی است که مصنوع ماست. خوی ملک رحمت و بخشندگی است، خصلت خورشید درخشندگی است. خود مفکن این همه در سنگ لاغ، راه صفا پوی فصیح و فراغ. شرط بود با همه یک رو شدن، درد بشر دیدن و دارو شدن. دوستان امشب آگهی ها رو یه مقدار با تأخیر انجام میدید یا آگاهی ها در حقیقت. گروه داروک، گروه موسیقی داروک برنامه دارن فردا شب به نام محفل موسیقی زیر نظر آقای فرهاد بهرامی، یک شنبه 16 جون، فردا هفته بعد از ظهر در The Better World 40 گولدفینچ 163 خروجی واشنگتن. نوشتن که در این محفل قطعاتی از موسیقی سنتی و نه چندان سنتی با اشعاری از مولانا و نیما و اجرا می‌گردد. درآمد این برنامه به مدرسه ایرانیان سن دیگو میرسد و بلیطش هم از $7. تلفن رزرو رو اگر خواستید بعد میتونید از من بپرسید، بیرون هم آگهی‌هاش هست. و بعدی نمایشنامه است به نام قصه آقا جمال در مدرسه ایرانیا در استنلی جونیور های اسکول 23 جون ساعت 7:30 بعد از ظهر و باهای بلیط هم از $15. خیلی متشکرم. از کنم خدمت دوستان، آدمی سنگ و گچ و آهک نیست، احساس داره. ما در دیگران متأثر و از کارهای دیگران متأثر میشیم. تشویق مانند است روغنی است که در تمام کالبد ما جان تازه میده، مخصوصا اونایی که حساسن. و از شانس من به یه شاعر خیلی حساسی برخوردم که اسمش آقای علی حیدری است. معمولا میگن که خانم ها ناز دارن، ولی کاش شما نزدیک بودید و دیدید که این شاعر سخن پرداز ما چقدر ناز دارن. امروز میخواست نیاد و من خبر دادم که آقای حیدری یه ذره احساس تنبلی میکنه. تلفن میکنم، آقای حیدری چی شده؟ میگه هیچی، حال ندارم. آقا شما مردم رو سر حال میارید. بعد میگه آقا منم آدمم، منم میتونم بی حال باشم. گفتم خدا شاد، اگر تو بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود. میشود؟ این خودش خیلی حال نداشت. من میپرسم بی همگان به سر شود، آقای حیدری بی تو به سر نمیشود. یه دفعه دیگه نمیشود. بعد میگه من اول جلسه نخوام برم، میگه حال ندارم، ببین سر حال میاد. حالا سر حال اومدی؟ یکی از دوستان از جناب حیدری کتاب ایشون را پیش خرید کردن. لطفا تشریف بیارن در پایان جلسه و کتابهاشون رو بگیرن. این شما و این آقای علی حیدری. سپاسگزارم از آقای مهندس آگاه به خاطر اون همه نوشته‌های قشنگ که من خودم نمیدونستم آیا واقعا اینجوری شعر میگم که ایشون تشریح کردن.
واقعا سپاسگزارم از جناب معرفت، اون هنرمند بزرگ، به خاطر اون یادآوری. درود بر شما باد. ولی من اصلا ناز نکردم. من این دفعه کار دارم برای یه نمایشگاه نقاشی میکنم و واقعا خودم آماده کنم. ما هم بیل داریم، بدهکاری داریم که نمیشه را بیفتیم. ببینید که خانم هم دیگه با من نمیاد، حتما دیگه طلاق 100%. چیزی هست اینجا، چون این بلنگو صداش میاد. بله خلاصه، حالا درسته، خلاصه نمیاد. هرچی میگم بیا کار، میگه کار دارم و بهانه میاره و از این حرفا. من واقعا بعد زمانی گفتم این دفعه کار دارم. 5 دقیقه بعد به گوش ایشون رساندم. ایشون تلفن کردن که یا این شب رو تعطیل میکنم یا باید بیام. به خانم گفتن، خانم گوشی داد به دست من، رو خودت میدونی. اون چنان صحبت کردن، اون چنان قشنگ صحبت کردن که من کار و زندگی رو گذاشتم اومدم خدمت شما. اصلا ناز نکردم. بدهکاری داریم، بیل داریم، به هر حال اشکال نداره. ولی از من امشب من نمیدونم چه حسابی آقای مهندس روزی 3-4 مرتبه از من عشق لیلی رو خواستن. من نمیدونم چه حسابی، به من مربوط نیست. هر کسی میتونه در هر موقعیتی عاشق بشه. چطور جناب معرفت عاشق هستن ولی یک کمی از خانم میترسیدن. جناب معرفت مگو چو پیر شدم وقت عشق بازی نیست، شراب کهنه ز پا افکند جوانم. داشتم تو جاده می اومدم، یه تیکه نثر نوشتم. به ملاقات خورشید می رفتم، ماه را دیدم، گفتم تا خانه خورشید چقدر راه است. گفت من خانه خورشیدم. گفتم می خواهم خود او را ببینم. گفت مرا ببین. گفتم من به واسطه نیاز ندارم. گفت صحبت از واسطه نیست، علت تمام راندگی ها و ماندگی ها عدم تعادل است و تو برای دیدن خورشید به تعادل نیاز داری و من اون نقطه تعادلم، با من باش. اینو تو جاده اون کسی که میخواد به چشم خورشید پرواز کنه، به قول حافظ بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خویش، چون به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. وقتی که کسی میخواد به سرچشمه خورشید سفر کنه و به جای خورشید نورافشانی کنه، باید حتما تعادل بگیره. به این سادگی نیست که کسی یک مرتبه چشم باز کنه و خورشید رو ببینه. حتما باید تعادل بگیره. علت این که عرفای بسیاری در راه معرفت قدم برداشتن و به جایی نرسیدن و فریادشون به آسمون رسید بود که یه مرتبه میخوان به معشوق برسن و این تعادل میخوان. به این سادگی صورت نمیگیره. حتی من اونچنان مذهبی نیستم و شاید هم اصلا نیستم، ولی کتابای مذهبی رو همه خوندم. وقتی که موسی در کوه طور میگه میخوام ببینم، میگه نمیتونی ببینی ولی میتونی اون تجلی که من بر اون خار بیابان میکنم نگاه کنی، ببین اگر تعادل گرفتی بعد منو ببینی. اینی که من جهان رو بر پایه زیبایی میبینم و اگر کسی عاشق شد، زیبایی هرچه بیشتر، نازش بیشتر و نیاز عاشق باز بیشتر باشه. و به این سادگی نیست که فوراً معشوق رو به دست بیاره و خیلی سخته در میدان طلب. به این است یه دختر که خیلی زیبا باشه در جامعه، چقدر ناز داره، چقدر باید در خونه‌ش هم کتک کنه. ولی وقتی که بخوام این همه زیبایی رو در یک نقطه پیاده کنیم که همه زیبایی های جهان از یک زیبایی یگانه هستن، برای رفتنش باید با عراب عشق بریم و چقدر هم دشواره. تا که از بالش ناز سر خود را برداشت، گفت ساعت چند است.
گفتمش مادر جان اندکی مانده به ظهر. گفت ای وای قضا گشت نماز صبحان. دستها را به روی چهره نهاد، گفت شرمنده ام از این همه خواب، چه بگویم به خداوند جواب. ساعتی مانده به ظهر، این کجا وقت نماز صبح است؟ گفتمش مادر جان پرسشی دارم، اگر حوصله داری بنشین. کیست آن کس که تو را منتظر است؟ چشمهایش به در است تا تو بیدار شوی صبح و سلامش گویی، پاسخ حرف و کلامش گویی. میتوان دید گل صورت او، طرحی از آیت او. کیست آن کس که تو را میخواند، همه اسرار تو را میداند؟ کیست آن معشوقی که اگر دیر ملاقات شود رنجور است، یا اگر دیر سلامش بکنی معذور است؟ کیست او؟ اهل کجاست؟ گفت این قصه دراز است، نمیدانم چیست، مثل ما نیست، نمیدانم کیست. گفتمش مادر من گر نه ای آگه از این امر که معبودت کیست، در ترازوی عمل سودت چیست؟ رفته رفته تو به این فلسفه عادت کردی، کورکورانه عبادت کردی. مادرم اون که از دیده نهان است تویی، اون که آرامش جان است تویی. رازها در گل اندیشه توست، سر هستی همه در ریشه توست. هیچ کس نیست برون از تو، خودت را دریاب، به سوی یافتن خود بشتاب. سعی کن تا به خدایی که خدایی این است، به جز این طرح خیال است که نامش دین است. شاید مادرم، شاید این گفته خوشایند تو نیست. هیچ کس جز تو خداوند تو نیست. اگر این سبک شعر رو که الان میکنم دوست داشتید ادامه میدم. خوب من بالش احساست را پر مکن از پر بدبینی ها، منشی سایه دیوار هراس. عشق پیراهن مهتاب بر اندام شب است، روشنایی ره عشق گل اخلاص است. به ره خواسته ها گرد گل پونه بریز، تن خود در آتش چشمه آلاله بشوی. گل چه پوشیده به تن، تو هم از جا برخیز، جامی از چشمه مهتاب بنوش. جامه نور بپوش، جامه تیره رنجوری را از تن شب به در آر و به او مژده بده و بگو در پگاه فردا کودکی می‌زاییم که فروزنده ترین اختر این افلاک است. دوستی چندین بار از من این شعر خواسته و من امشب واقعا خجالت کشیدم، چون باز هم فرمودن که این شعر رو بخونم. مرغ ماهی خوار با مرداب گفت، از چه در صحرا نداری یار و جفت. رنگ رویت رنگ روی آب نیست، سطح آبت لایق مهتاب نیست. نه کبوتر می پرد اینجا نبود، نیستی آینه روی نکود. زالویت خون خلایق می مکد، خستگی از عمق جانت می چکد. از تلخ و ور تلخ و جوی تلخ، آب تلخ و رنگ تلخ و رو تلخ. مرغ خوش رنگی از اینجا پر نزد، آهوی یک دفعه اینجا سر نزد. ساحلت بد رنگ مشتی زرد نی،
کی به فکر خویش میافتی تو؟ کی در دل تاریک تو راهی نبود؟ روزی من از تو یک ماهی نبود. چیست تدبیر تو و فکر تو چیست؟ با چنین درموندگی ذکر تو چیست؟ تا شنید این گفته ها مرداب پیر، گفت ای در چنگ بدبینی اسیر. اون چرا گفتی تو هستم، چاره چیست؟ عیبجویی چاره بیچاره نیست. سالهای سال تنها موندم، شاید از سیلاب ها جا موندم. اولش آب زلالی بودم، صاحب حسن و جمالی بودم. رفته رفته در فشار روزگار، رفتم از اندیشه یار و دیار. اون چه میبینی یک جا موندن است، بی تحرک بودن و افسردن است. آب اگر جاری نگردد آب نیست، مثل من غیر از همین مرداب نیست. بی تحرک هر که ماند روز و شب، مثل من گردد دچار رنج و تب. دوست دارم جاری و جاری شدن، فارغ از این رنج و بیماری شدن. لیک پایم بسته دست روزگار، زین سبب پیش تو هم بی اعتبار. تو برای صید ماهی آمدی، خسته و خواهی نخواهی آمدی. چون به چنگت ماهی مطلوب نیست، چهره من پیش تو محبوب نیست. سرزنش هایت همه بی حاصل است، چون که گفتارت نه از روی دل است. من اگر بدرنگ و رخسارم چه باک، سرنوشتم اینجوری شد روی خاک. گرچه چون آب بهشتی نیستم، در پی کتمان زشتی نیستم. گرچه تنها هستم من در این دیار، نیستم مثل تو بی صبر و قرار. گرچه در من قدرت پرواز نیست، در کبیرم هیچ کس همراز نیست. سینم پر از گل نیلوفر است، پرگل از نیلوفر رنگین پر است. ابر و باران و مه و خورشید و باد، می کنند از من به هر ترتیب یاد. ضربه های تند باران بهار، می دهد بر پیکرم صبر و قرار. قرص مه تا عمق من جا می کند، نیمه شب با خویش نجوا می کند. تو چه می دانی که در دنیای من چیست راز خلوت و رؤیای من؟ بی نیازم اندر این تنهاییم، یک جهانم با همین بی پاییم. هر که گوید در خموشی ساز نیست، گوش جانش محرم این راز نیست. لحظه‌ای در خویش بنگر کیستی، کمتر از مرداب بدبو نیستی. اعتبارت رفت، عمرت گشت طی، بی تحرک بی تفاوت تا به کی؟ آن روز زمین گرفته دل بود، خورشید زمان ز خود خجل بود. قمری سر خود به زیر پر داشت، هدهد ز مصیبتی خبر داشت. پیمانه لاله پر ز خون بود، شاخ و بر بید سرنگون بود. پیغام رسان زبان بریدند، از آنچه که گفته و شنیدند. امواج سؤال در فضا بود، اما همه صحنه بی صدا بود. زان واقعه شهر با خبر بود، با خبر شد جام 2000 دیده تر شد. مجنون به جنون خود گرفتار، در خانه نشسته بود بیمار. دلخون ز شماخت زبانها، در خانه نشسته بود تنها. خواب و خورش از خیال رفته، نه روز به خاطرش نه هفته.
در سخت‌ترین شرایط حال از پیرزنی شکست احوال بشنید که لیلی تو مرده دیروز غصه جان سپرده. گویی نشنید این خبر را قدری نگریست دور و بر را آهسته گرفت راه در پیش بی دغدغه و بدون تشویش. دیوانه از اضطراب دور است چون عقل نباشدش صبور است. آمد به دیار لیلی دل پژمرده چون مرغ نیم بسمل. هر جا که نگاه کرد غم دید از شادی و نور و شور کم دید. چشم و دلش هر طرف روان بود نه روی زمین نه آسمان بود. ناگاه به کوچه سایه‌ای دید آهنگ عصای پیر بشنید. پیش آمد و گفت من غریبم آزرده درون و بی‌شکیبم. وانگه به هزار شک و تردید از پیر خرد به گریه پرسید. دانی تو کجاست قبر لیلی وان معبد تابناک لیلی؟ اون پیر به فکر از سؤالش قدری نگریست و از حالش پرسید تو اهل این دیاری یا اینکه از او خبر نداری؟ مجنون سر خود فکند در زیر پاسخ چه دهد به پرسش پیر؟ گوید که خدای روح من بود در کشتی عشق نوح من بود. آخر به زبان بی زبانی آورد ز هر دری نشانی تا گفت که اون همیشه دلخون در پیش تو ایستاده مجنون. اون پیر تعجبش فزون شد آهنگ تعصبش جنون شد. رو کرد و عاشق جگرچاک در دست گرفت مشتی از خاک. گفتا همه دهر خاک لیلاست هر جا نگری رو خشم و بیداست. عاشق که به زیر خاک ها نیست در ریشه و برگ تاج ها نیست. لیلای تو بهر تو خدا بود از حد تصورت جدا بود. کی ذات خدای زیر خاک است کی نقطه عشق را هلاک است. از مشک ختن ببوی او را در هستی خود بجوی او را. عاشق نشود به راه دل سست برگرد که لیلی تو باز. کنار چشمه زیبا درختی درخت صاف سبز نیکبختی. درختی سرکشیده سوی افلاک درختی سایبان سبز و خاک. درخت و چشمه با هم یار بودند دو یار همدم و غمخوار بودند. درخت از چشمه آب پاک میخورد چه لذت‌ها که از آن سرچشمه میبرد. دو عاشق روزی از صحرا رسیدند صفایی از درخت و آب دیدند. دو دلداده کنار چشمه ماندند کتاب عشق را بسیار خواندند. تن صاف درخت و پاکی آب دل شوریدگان را کرد بیتاب. نشستند و نوشتند و دریدند به سنگ و تیغ کندند و بریدند. یکی از دل نوشت و دیگر از خون یکی از لیلی و دیگر ز مجنون. درخت و عشق را با هم سرشتند هزاران نکته روی هم نوشتند. درخت از عشق بازان خدشه برداشت ولی در دل از آنان کینه نگذاشت. چون نام عشق را در سینه میدید گل وصل از کلام عشق میچید. تحمل کرد رنج اون دو تن را خراش زخمای روی تن را. مسافرها به راه خود فتادند درخت و چشمه را تنها نهادند. برای اون دو شادی ها سر آمد نوای جغد هجران از در آمد. شبی طوفان سختی گشت بر پای درخت پیر را
کند از جای. تنش افتاد روی خاک و خشکی، کنار چشمه چندین لاله روی. پس از یک چند روح چشمه پژمرد، ز تنهایی و بی همصحبتی مرد. نهایت بهره هیزم شکن شد، حرارت بخش بزم پیرزن شد. ولی هیزم شکن می گفت روزی، به حیرت با رفیق پار دوزی، نمیدانم چه رازی می نهفته که با من هیچ کس آن را نگفته. چرا از این درخت هر تکه سوزم و یا هر شب اجاقی برفروزم، صدای عشق می آید به گوشم، رباید بوی دودش عقل و هوشم. مگر از عشق نامی روی چوب است، که بویش خوشتر از هر بوی خوب است. مگر نامی ز لیلی مانده بر جای، که می آید ز چوب خشک آواز. مگر در شاخه مانده نام فرهاد، که می آید به گوشم بانگ و فریاد. نمیدانم چه سری در میان است، چه رازی در دل این آسمان است. جهان زاید ولی هرگز نپاید، که از دستش به غیر از این نیاید. عسل گردان نیشش پشت بند است، به دستی زهر و دستی آبقند است. کسی از جام دنیا می ننوشید، مگر آن زن که رخت غم بپوشید. همیشه شادی و غم در کمینند، اگر زشتند و گر زیبا همینند. تمامی کودک این آستانی، اسیر پنجه این داستانی. ولی آن پیرمرد ساده می گفت، به نحوی ساده و آزاده می گفت، محبت گر نباشد زندگی نیست، ز ماه آسمان تا بندگی. ای رهرو به کوی عشق، دل سرد نباش، ره باش برای دیگران، گرد نباش. بسیار گران بهاست این یک دم عمر، در کوچه روزگار ولگرد نباش. نمی شود و امیدوارم در تمام جلسات در خدمتشون باشید. قبل از اینکه خواهش بکنم آقای حسین کربزلو، مهمان عزیز و گرامی ما، برنامه خواندن آواز را اجرا بکنم، اینکه آخرین قسمت برنامه امشبه، یکی دو مطلب رو خدمتتون عرض بکنم. کارگاه موسیقی ملی ایران به استادی آقای ایرج طاهری کلاس‌های خودش رو در سندیگو دایر کرده و در این فرایه مشخصات اون رو بازگو کردن. من خواهش میکنم دوستانی که مایلن خودشون یا بچه‌هاشون در این کلاس‌ها شرکت بکنن، لطفاً با شماره تلفن 558 0552 تماس بگیرن. مسئله دیگر در مورد یک واقعی بود که برای یکی از دوستای بنده، یکی از انسان‌های خوب زندگی من، جناب درخشان عزیز، جناب دکتر درخشان عزیز، در چندی قبل خواهرشون رو در یک تصادف رانندگی از دست دادن. ضمن اینکه من این واقعه را خدمتشون تسلیت عرض میکنم، جلسه تذکری دارم در روز شنبه 22 همین ماه در ساعت 6 بعد از ظهر در محل حضرت گست در لیلاویستا، ساعت 6 روز شنبه آینده. یکی دو مطلب دیگرم خیلی سریع خدمتتون عرض بکنم تا برگردیم بر سر پایان بخش برنامه امشب. و اون عبارت است از اعلان اینکه اگرچه تمام برنامه‌هایی که در این جلسه اجرا میشه از طرف دوستان ما در جلسات 7 نفری مورد مذاکره و تصویب قرار میگیره،
ولی مسئولیت اجرای آن در این جلسه، کلیه معایب و نوادسش و مسئولیتش با بنده است. اگر بگونه‌ای از انجام وظیفه خود به دلایل، به علت عرض کنم خدمت شما که ندمکانی من کسی رنجیده میشه، من متاسفم و من پوزش می‌طلبم. به هیچ کس دیگر نه مسئولیتی در این مورد هست و نه کسی مسئولیتی داره. تمام خوبی ها را به بزرگی خودتون ببینید و برای راهنمایی ما، برای بهتر کردن برنامه ما را همکاری بکنید. ما دنبال موظف میگردیم برای جلسات، منتها یه شرایطی داریم که باید اینا رعایت بشه. ما دلمون میخواد که ناطق داشته باشیم ولی نطقا بیش از 20 دقیقه طول نکشه. 20 دقیقه تقریبا میشه 8-9 تا ترانه خواند. این خانم مرضیه یه وقت ترانه‌های خیلی طولانی میخوند. من حساب کرده بودم 4 دقیقه بیشتر طول نمیکشید. در عرض 4 دقیقه به معشوقش و به زیبایی‌های یک دنیا پیام می‌فرستاد. مجبوری بودیم. خب اینه که دنبال ناطق میگردیم، دلمون میخواد در تمام مسائل، ولی حقیقتش اینه به هر وقت هر زمانی میرسیم انجام نطق‌های خیلی سنگین و خیلی به اصطلاح مفصل از جلسات عهده جلسات ما خارج. دوستانی که دلشون میخواد در مسائل اجتماعی، فلسفی، ادبی صحبت بکنن با ما تماس بگیرن، آمادگیشون رو اعلام بکنن تا از خدمتشون عرض کنم خدمت شما در جلسات بعد استفاده بشه. در مورد دعوت به این جلسات، روشی که داریم یه مقدار فلایر چاپ میکنه این آقای توفیق روانسری که واقعا در نهایت صمیمیت تمام این فلایرها به صورت مجانی چاپ میکنن و ما در فروشگاه‌های ایرانی میذاریم. یکی دیگه هستن از دوستان که داوطلبانه به سایر دوستان تلفن میکنن. اگر راه حل دیگری دارید و یا میخواید به گونه دیگه تشکیل جلسات و ساعت آنها به اطلاع شما رسانده بشه، ما را بیاگاهانید. خیلی ادبی شد نه؟ در مورد دوم درخواست یک خانمی بود. به من گفتن که در اینجا و از پشت این میکروفون خواهش بکنیم که در این جلسات بیشتر با هم آشنا بشیم. میگفت من میرم یه جلسه به حاضرین سلام میگم، احوال میپرسیم و تمام میشه. دلشون میخواد که یه مقدار بیشتر با هم انس و الفت داشته باشیم در مهمانی ها و در این جلسات. پیشنهاد میکردم فلان چرا اسامی افراد نمی نویسید روی سینه هاشون نصب بکنید تا مردم همدیگه رو به نام بیشتر بشناسن، به هم یک چای تلخ تعارف بکنن، با هم باب معاشرت و عرض کنم گفتگو باز کنن و دلشون میخواد که از تنهایی در بیان. به هر خواسته ناخواسته در اینجا در یه مملکت دیگر باید نسبت به هم به نظر این خانم و به نظر عده زیادی از دوستان باید بیشتر به هم توجه بکنیم. با یک سلام، با یک خداحافظی این مشکل حل نمیشه. به خانم گل دادم، حالا امیدوارم پیامشان را رسانده باشم. و مسئله دیگر این که آقای حسین قره‌گزلو سالها در تلویزیون ایران مفسر ورزشی بودن و خبرهای ورزشی را میدادن. حالا آمدن امریکا، خداوند صدای خوب بهشون داده، مهمان ما هستن، ما از اون استفاده میکنیم. بعد از پایان جلسه دلم میخواد یکی از جوانان یا افرادی مثل آقای معرفت و جناب درخشان که از جوانان قوی ترم کمک بکنن در جمع کردن این صندلی‌ها. چی میگید آقای معرفت؟ کمک میکنید به ما؟ جوان 90 سال. بسیار. اجازه فرمایید که برنامه جناب حسین قره‌گزلو را بشنویم و بعدا به شما شب بخیر بگیم. جلسه اول اون بود که یه چیزایی رو جمعیانی نوشتن همه که مثلا چی برای بهبود برنامه خوبه اینا. اینا رو مورد من شخصا نوشتم که موسیقی متن داشته باشیم برای خوندن شعر و اینا، ولی اون برنامه اصلا مثل به هم خورد، یعنی هیچ خبری به شخص این برنامه موسیقی متن به نسبت به افراد متفاوت بود و نخواست. 13 جولای 13 جولای جلسه آینده ما خواهد بود. سروران است 13 جولای ساعت 6:30 در خدمتتون هستیم و بقیه بلیط‌ها ان شاءالله در اون جلسه اگه فروش بره این گره‌کشی انجام خواهد شد و برندگان جوایز مشخص خواهند شد. میشه خواهش بکنم چراغ‌ها رو یه مقدارش خاموش بکنید که ایشون اون حالت احساسشون رو به دست بیارن. سلام بر حضار عزیز و
و امیدوارم که تا اینجای جلسه به شما خوش گذشته باشه. ما تعظیم میکنیم به جناب معرفت و سرکار خانم که درس بزرگی بود برای همه ما. در صورت من نه خواننده هستم، نه هیچگاه شعری گفتم، نه آهنگی ساختم، فقط گهگاه به خاطر دل دوستان ما بازخوانی میکنیم اون قسمت هایی رو که بیشتر شاید دوستان علاقه‌مند به شنیدنش هستن. اینه که باریکتون میشن این رو رسید مجدی رسید مجدی که یاد نخواهد بود، چنین نماند و چنین نیست نخواهد بود نخواهد بود. من چه در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیست چنین محترم نخواهد بود. سرود مجلس جمشید گفتندی بود، سرود مجلس جمشید گفتندی بود که جان باده بیابم که جمع نخواهم ماند، جام باده بیابم که جمع نخواهم ماند. در دل شب دعای من گریه بی صدای من، بانگ خدای من به خاطر تو بود بس، به خاطر تو بود بس. پاکی لحظه های من گریه های من گوهر اشکان من به خاطر تو بس، به خاطر تو این همه بی پناهیم، این همه سر به راهیم، این همه بی گناهیم، غصه به جان خریدنم، از همه کس بریدنم، زخم زبان شنیدنم، به خاطر تو به خاطر تو رو به خدا نشستنم، نظر و دخیل بستنم، رو به خدا نشستنم، نظر و دخیل بستنم، سوز من و گداز من، عشق من و نیاز من، به خاطر تو بود بس، به خاطر تو بود بس.
شب دایمه یه بیستایمه وای خدای من به خاطر تو بس به خاطر تو حالا من یه آهنگی رو آقای عقیلی موقع خونده بود. البته ریتم با یه ریتمی تو فاصله، من با یه ریتمی که یه کمی خودم البته با اجازه دیگه حالا یه شرکت حالا برس درست میشه با من. از کی بگم از چی بگم از قهر دوری یا از صبوری از کی بگم از چی بگم از دل بریدن یا از رسیدن این دل بی حوصله تنهاست هر شب اون یک شب یلداست مرغ محبت رو ندیده حرف محبت رو شنیده مرغ محبت تو این زمونه از عشق دوری بازم میخونی مرغ محبت تو این زمونه از عشق دوری بازم میخونی یه روزی دل به خدا شور و شری داشت بال و پری داشت هم سفری داشت بس که از مردم دنیا شده خسته اینجور شکسته تنها نشسته مرغ محبت تو این زمونه از عشق دوری بازم میخونی از کی بگم از چی بگم از آشنایی یا از جدایی از کی بگم از چی بگم از رنج مهنت یا از محبت این دل بی حوصله تنهاست هر شب اون یک شب یلداست مرغ محبت رو ندیده حرف محبت رو شنید از کی بگم از کی تشکر از خانم محترمی که شعله زرد آورده بودن به این جلسه و آقای محترمی که سبزی آورده بودن به من نگفتن که میتونم اسمشون اعلام بکنم یا نه. خواهش میکنم دفعات دیگر تکلیف بنده را در به کار بردن نام یا ادب خودداری از این مشخص بفرمایید.
کار بازم بکنم. چشم. من خواهش میکنم که به افتخار خودتون یک کف بزنید. شب خوبی داشته باشید. تا امید دیگر در جلسه بعد روز شنبه 13 ماه جولای. شب بخیر. و جوانان عزیز در جمع کردن این صندلی‌ها به ما کمک بکنن، چون ساعت 11 باید این سالن رو تحویل داده باشه. همه کمک